الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 60 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما مسائل هایی که تعلق به توحید ربوبیت دارد بیان خواهیم کرد. برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی به شما برکت بدهد و شما را رحمت نماید. در حلقه گذشته ما به شما بیان نمودیم که چگونه حکم و امر، این فعلهای صفتی الله سبحانه و تعالی به ربوبیت داخل می شود. حالا باشد به شما بیان می کنیم که اولا انسان وقتی که به ربوبیت ایمان می آورد، یعنی توحید الربوبیت را به جا می آورد، کدام عملها و اعتقادها به وجود آمدنش لازم است. علما در علم عقیده میگن لوازم الایمان بالربوبیه، چیزهای لازمیه که ایمان آوردنش ضرور است در ربوبیت. یعنی وقتی که بنده ایمان به ربوبیت می آورد، یک چند چیزهای لازمی باید به وجود آید. اگر همین چیزهای لازمی به وجود نآید، البته که باز توحید الربوبیت به مشکلی دچار می شود و ربوبیتش نابود می شود. اولین چیز لازمی که در ربوبیت است، این توحید الله سبحانه و تعالی در الوهیتش و در عبادتش. یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت را تنها به الله انجام دادن و غیر الله را از عبادت انکار کردن. بارک الله فیکم. برای همین وقتی که ما نظر به قرآن و سنت میکنیم، میبینیم که برای مشرکین بسیار ربوبیت را بیان کرده اند تا که به الوهیت اقرار بشوند. یعنی وقتی که انسان ربوبیت را صحیح و درست اقرار میکند، باید الوهیت را اقرار بکند و ایمان بیاورد. وقتی که کسی توحید ربوبیت را اقرار کرد، توحید الوهیت باید به وجود آید. یعنی باید توحید الوهیت را هم قبول بکند و ایمان بیاورد. وقتی که توحید الوهیت را قبول نکرد، یکی از لازمترین چیزی که به توحید ربوبیت بود نابود شد و باز توحید ربوبیت صحیح حساب نمی شود. دومین چیز که از لازمات ایمان به ربوبیت است، یعنی وقتی که به ربوبیت انسان ایمان آورده است، توحید ربوبیت را اقرار کرده است و تصدیق کرده است، باید موالات اولیاء الله به وجود آمده باشد. یعنی دوست داشتن اولیای الله، اولیاهای الله. اولیای الله کی است؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنانی که ایمان آوردند و تقوا کردند. آنان الذين وحدوا، یعنی موحدها، دوست داشتن اهل توحید و کمک کردن اونها و بعد دیدن دشمنان الله و رسول، دشمنان دین و دشمنان اهل توحید، که این از بزرگترین لازمیت ربوبیت الله سبحانه و تعالی است. دوست داشتن آن چیزهایی که الله دوست می دارد، دوست داشتن آن کسانی را که الله اونها را دوست می دارد. الولاء والبراء
در انسان نابود نمی شود مگرم این که اون در توحید ربوبیت گمراه شده است یا به شرک واقع شده است. کسی که توحید ربوبیتش صحیح است، درست است، موافق قرآن و سنت به وجود آمده است، توحید در ربوبیت دارد، پس الولاء و البراهش هم به وجود می آید. برای همین الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 81 میگوید ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء. اگر این چنین می بودند که به الله سبحانه و تعالی ایمان آورده باشند، مؤمن به الله باشند و به نبی الله رسول الله صلی الله علیه و باشند و به آن چیزی که به نبی الله رسول الله صلی الله علیه و نازل شده است یعنی قرآن ایمان آورده می بودند، هیچگاه دشمنان الله را اولیای خود، دوستان خود نمی گرفتند. این آیت بیان می کند که هر کسی که به الله و رسول الله و به قرآن ایمان آورده است، مؤمن به الله، مؤمن به رسول الله، مؤمن به قرآن است، هیچگاه دشمنان الله را، دشمنان اهل توحید را به خودش دوست نمی گیرد، به اونها دوستی نمی کند. پس این آیت دلالت می کند که هر کسی که دوستی به دشمنان الله بکند، دوستی به دشمنان اهل توحید بکند، پس اون مؤمن به الله، مؤمن به رسول الله و مؤمن به قرآن نیست. پس توحید ربوبیتش اشکال دارد، شرک در ربوبیت دارد یا که کفر در ربوبیت دارد. پس برادرم و خواهر عزیزم، الولاء و البراء این مغز عبادت است. الولاء دوست داشتنی دوستان الله، الولاء محبت کردن اهل توحید، الولاء دوست داشتنی اون چیزهایی که الله دوست می دارد، الولاء نصرت دادن مؤمنین، الولاء با همراهی اهل توحید بودن، و الولاء البراء مخالف الولاء البراء بعد دیدن دشمنان الله، معادات، دشمنی کردن. البراء بیزاری جستن از اونها و دور شدن از اونها، البراء با همراهی اونها ننشستن، البراء تکفیر کردن دشمنان الله و رسول، البراء کمک نکردن به اونها بلکه ضرر رسوندن به دشمنان الله و رسول. الولاء و البراء این اصل ایمان در نزد اهل سنت و جماعت است. اصل ایمان 6 تاست که هر کسی یکی از این را ترک کرد کافر می شود، مرتد می شود، گرچند خود را مسلمان گوید. یکمش توحید است، دومش ترک نمودن شرک است، سومش کفر بالطاغوت، چهارمش الولاء و البراء است. کسی که الولاء و البراء ندارد پس او ایمان ندارد. پنجمین اصل ایمان عمل را مداوم کردن، ششمینش نماز خواندن و زکات دادن. پس ای برادری بزرگوارم و ای خواهری عزیزم، این یکی از بزرگترین لازمیت توحید ربوبیت است. یعنی وقتی که توحید ربوبیت را به جا آوردی باید الولاء و البراء هم به جا بیارد. اما امروز وقتی که حالت امت را نظر میکنیم، سبحان الله، الولاء و البراء بزرگترین عبادت بینهایت کم دیده می شود. چرا که توحید ضعیف است، چرا که آموزش توحید ضعیف است، چرا که این مسلمانان در توحید جاهل ماندند و به اهمیتی میکنند. وقتی که الولاء و البراء به وجود می آید، بعد از این عزت اسلام به وجود می آید، عزت مسلمان ها به وجود می آید. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اون درجه عزتی که رسیده بودند همه اش با تحقیق الولاء و البراء بود. الله اکبر، الله اکبر. اما امروز مسلمان ها 1,500,000,000
هیچ قدری ندارند، عزتی ندارند، همه دربدر و پریشان و شکسته و خوار و ذلیلند. سبب این است که دوستان الله را حالا نشناختند، خودشان را هم از جمله دوستان الله قرار ندادند، به دوستان الله دوستی نکردند، بلکه به دشمنان الله دوستی کردند، دشمنان الله را عزیز شماریدند و به نزد دشمنان الله فرار کردند. زندگی دشمنان الله را ترجیح از زندگی که قرآن و سنت به ما فرموده است افضل دانستند. قانون دشمنان الله ساخته را از قانون الله و رسولش افضل دانستند. پس همین است که خوار شدند، همین است که به کفر واقع شدند. همان وقت عزت ما دوباره برمیگردد که این لازمیت توحید ربوبیت، الولاء و البراء را زنده بکنیم. این صفت صحابگان بود. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است صلی الله علیه وسلم و آنانی که همراه محمد بودند صحابگان رضی الله عنهم به کفار، به دشمنان الله و رسول به نهایت شدید و سخت بودند، غلیظ بودند، اما رحماء بینهم، بین همدیگر مهربان بودند، موالات داشتند. الله در آیت دیگر میگه فسوف یأتی الله بقوم یحبونهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. صفت مؤمنین این است که بین خودشان خاکساری میکنند و همدیگر را احترام و دوست دارند، اما در بین کفار عزیزند و عزت خود را نگه میدارند. امروز آیا این دیده می شود؟ این صفت فقط صفت اهل توحید است. بجز اهل توحید این صفت در بزدلان و مرجئه و در حتی خوارجی که خودش را بهترین فرقه می شمارد، خوارجی که سختگیری و تشدد می کند، در نزد کفار خوار و ذلیل است، برای آنکه در تاریخی از پیدایشش هیچگاه به اهل کفار جنگ نکرده است، فقط مسلمان کشی می کند. مرجئه های طاغوت پرست همیشه خوار و زار و در زیر پای طاغوت ها همیشه سجده کرده و رکون کرده است. اما عزیزان، نجات یافتگان و نصرت یافتگان، این همان کسانی هستند که توحید را تحقیق نمودند و مثل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابه عقیده دارند و زندگی میکنند و کوشش دارند. پس از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که به ما این انجام دادن عملی بزرگ را نصیب بکند و این دو صفتی مؤمنین را به ما سبحان الله موصوف گرداند. سومین لازمیت ایمان بر ربوبیت، چیزی که لازم بر ربوبیت است. وقتی که ربوبیت بر ربوبیت ایمان می آورد باید این هم به وجود بیاد. وقتی که این به وجود آمد ربوبیت صحیح نمیشد. این حکم کردن به آنچه که الله و رسولش نازل کرده است، حکم کردن بما انزل الله و تحاکم کردن به سوی شریعت الله. تحاکم طلب مراجعت کردن یا مراجعت کردن به سودهای شرعی، به امر الله و رسولش. هر کسی که ادعای اسلام میکند اما حکم به حکم غیر الله میکند، مراجعت به محکمه های غیر شرعی میکند، پس داند که این مشرک در ربوبیت شده است و چیزی که از ربوبیت است انکار کرده است، یا که به شرک واقع شده است. چرا که در این نمود انکار کردن یک کفر است، حلال شمردن حکم غیر الله یک کفر است و این چنین افضل دانستن حکم غیر الله به الله یک کفر است، برابر دانستن حکم غیر الله به حکم الله کفر است. در همین سال و زمان دیگر علاج نیست گفتن به حکم غیر الله دست دادن یک کفر است، اراده کردن حکم غیر الله یک کفر است و حکم کردن به حکم غیر الله در حالتی که به اعتقاد حرام باشد هم مطلقاً باشد کفر است. اما مرجئه های خبیث در این باب هم مردم را
به شک شبهه بودند. چهارمین لازمیت ایمان به ربوبیت ایمان به قضای الله و قدرش و صبر به قدر الله و رضا شدن به قضا و قدر الله. اصلا قضا و قدر وقتی که میگیم قدر و قضا از همدیگر چه فرق دارد؟ علما میگن قدر این همه اون نوشته های الله هست که الله به قلم امر کرده است و قلم در لوح نوشته است. همه نوشته های علم الله در لوح المحفوظی که غیر از الله هیچ کسی نمیداند، علم الله نوشته شده است. هر چیزی که می شود از علم الله در اونجا نوشته شده است. این رو قدر میگویند. چیزهای نوشته شده رو قدر میگویند. اما بعد از این که همون چیزی نوشته الله به وقوع میپیوندد به اراده و مشیت الله، این رو القضا میگویند. الله نوشته بود که من تولد بشوم، بعد از اینکه تولد شدم این القضا میگند. نوشته شدنم این قدر است، بعد از تولد شدن این رو القضا میگند. و صبر کردن در قضا و قدر الله، این یکی از چیزهای لازمیت به ایمان به ربوبیت است. هر کسی که ایمان به ربوبیت دارد باید به قضا و قدر الله صبر بکند. البته صبر سه نمود است: الصبر فی الطاعه و الصبر فی المعصیه و الصبر فی المصیبه. صبر کردن در طاعت الله، فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تا روز مرگ ما باید صبر کنیم به طاعت و عبادت الله، به مشقت های عبادت اگر مشقتی به کسی داشته باشد. و بعد از این صبر در گناه هم والعیاذ بالله به خودش مصیبت ها دارد، به خودش شهوات دارد. صبر کردن از گناه، به گناه دست نزدن و به خاطر الله ترک کردن. و سومین صبر در مصیبت، اون همه مصیبت و بلایی که به سر انسان می آید به همش صبر کردن. صبر کردن چیست؟ یعنی این عمل، همه حرکت هایی که به وجود می آید، همه حادثه که به وجود می آید از الله دانستن و اعتقاد کردن که این چیزی که شد از جانب الله شد و این حکمت دارد و باید گمان را نسبت الله خیر کرد. یعنی گمان را بد نکنید که انا الله این کرد و آن کرد و ناامید شدن از الله و غیره. والعیاذ بالله این کفر است. بلکه به الله امید نیکی، از الله ترسیدن، به الله امید کردن، گمان را خوب کردن، رحمت الله را ذکر کردن و همه حرکت را از الله دانستن و خوب دانستن و رضا شدن به همه حرکت ها، هیچگاه ناراضی نشدن، این انمین صبر است که این لازمیت ربوبیت است. هر کسی که ربوبیت دارد باید همچنین باشد. یعنی هر کسی که توحید ربوبیت دارد، البته ربوبیت این صفت الله است، هر کسی که توحید ربوبیت دارد، ایمان به توحید ربوبیت دارد، باید همچنین باشد. و یکی از لوازم، یعنی چیزهای لازمی ایمان به ربوبیت، این طاعت الله است، بزرگ شماریدن الله است، قدردانی الله است، ترسیدن از الله است و ترک کردن گناهانش است. برادرم و خواهر عزیزم، تو ربوبیت الله را شناختی، بزرگی الله را شناختی، توحید الربوبیت را اقرار کردی و ایمان آوردی و تصدیق کردی. پس اطاعت الله را انجام بده، الله را بزرگ شمار و از الله بترس و شرک و بدعت و خرافات و گناه را ترک نما. ششمین چیزی که از لازمیت های ایمان و ربوبیت است، این پیرو شدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم است. توحید المتابعه، توحید متابعت را بجا آوردن است، پابرجا بودن در اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، آشکار کردن اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، تسلیم شدن به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، رضا شدن به دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به گفته های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به عمل های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، تصدیق کردن و الله را تنها به نشان داد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبادت کردن. برادران و خواهران عزیز، این 6 چیز همه از چیزهای
ضرورتی که توحید ربوبیت از ما میخواهد که این چیزا به وجود آید. بارک الله فیکم. پس بدانید وقتی که انسان به این همه چیزها ایمان آورد و عمل کرد، توحید ربوبیتش صحیح شد، یعنی شرک در ربوبیت نابود شد، کفر در ربوبیت نابود شد و توحید ربوبیتش کامل و صحیح شد، البته به خودش آثارهای خوبی را دارد. علما میگن میوه ها، آثار و میوه های ایمان آوردن به توحید ربوبیت. سبحان الله. ایمان آوردن به توحید ربوبیت به خودش اثر دارد و میوه ها دارد، فایده ها دارد. بزرگترین فایده و میوه توحید ربوبیت این علما میگن تقدیر الله حق قدری، ترسیدن از الله چگونه ای که باید و شاید ترسیده شود. باید و شاید چگونه ای که باید انسان بترسد، همچنین ترسیدن از الله به وجود می آید. وقتی که انسان توحیدش در ربوبیت صحیح شد، پره شد، کامل شد، به وجود آمد، ترس الله به وجودش، به قلبش وارد می شود و الله سبحانه و تعالی را به نهایت بزرگ می شمارد، قدردانی می کند و از جایهایی که الله از اونجا راضی نمی شود، از سخط الله سبحانه و تعالی می گریزد. از جایهایی که در اونجا غضب الله است، سخط الله است سبحانه و تعالی، در اونجا نارضایی الله است، به اونجا قدم نمی زند و از عقاب الله می ترسد. این بزرگترین میوه توحید ربوبیت است. خودت را بسنج، آیا داری این میوه در تو وجود دارد که از الله حق ترس را ترسیده باشی؟ سبحان الله. در حقیقت توحید انسان را تربیت می کند و از دیگر فایده های ایمانی به توحید ربوبیت و میوه هایش این است که انسان به الله سبحانه و تعالی به نهایت تعلق را به خودش حاصل می کند. وقتی که توحید ربوبیت به وجود می آید، انسان خودش را به الله می سپارد، به الله تکیه می کند، به الله لجوء می کند، پناه جوینده به سوی الله می شود، نه به سوی کسی، نه به سوی قبر، نه به سوی اولیای، نه به سوی انسان. پناه جوینده به سوی الله می شود. تنها در نزد الله خودش را شکسته می دارد. در نزد الله سبحانه و تعالی خودش را فقیر حس می کند به الله سبحانه و تعالی، زیرا که همه نفع و همه ضر در نزد الله است و نفع رساننده و ضر رساننده الله است و تمام غایه امر در دست الله است وحده سبحانه و الله قادر به همه چیز است و الله عالم به همه چیز است. پس وقتی که ما ایمان می آوریم که الله قادر به همه چیز است، الله عالم به همه چیز است، سبحان الله، پس ما باید به همین الله توکل بکنیم، به همین الله افتقار بکنیم، به همین الله پناهجویی بکنیم، به همین الله خودمان را تعلق بکنیم و ببندیم و این همه از میوه های توحید ربوبیت است. بارک الله فیکم. در حقیقت کسی که ایمان به توحید ربوبیت می آورد، حقیقی، صحیح و درست،
و راضی می شود به توحید ربوبیت. پس این صاحبش را توحید ربوبیت در این حالت به کمال در عبادت می رساند، به کمال در عبادت الله وحده می رساند و همین ایمان صحیحش به توحید ربوبیت صاحبش را به توحید الوهیت و طاعت الله، به محبت الله، به ترس الله، به امید الله، به یقین به الله، به توکل به الله، به رضا به الله می آرد و انسان را از دیگر انسان ها بی نیاز می کند. انسان را از بنده دیگران شدن باز می دارد. انسان را تنها به سوی الله می برد. سبحان الله. ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب التبیان تعلیقا ذکر میکنند در زیر قول الله سبحانه و تعالی که الله گفته است: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو. آیا شما میپندارید، گمان میکنید، آیا شما حساب میکنید که ما شما را بیهوده خلق کرده ایم و شما به سوی ما دیگر باره باز نمیگردید؟ فتعال الله، الله بی نهایت بزرگ است، عالی قدر است و الله ملک حق است، پادشاه حق است، الملک الحق. سوره مؤمنون آیه 115. ابن القیم الجوزی در زیر این میگویند که فجعل کمال ملک كونه سبحانه الحق وكونه لا إله إلا هو وكونه رب العرش المستلزم لربوبية لكل ما دونه فإن ملك الحق يستلزم أمره ونهيه. الله سبحانه و تعالی در همین آیت کمال ملکش را که حق است، ملک حق دارد که نیست معبودی بر حق بجز او و رب عرش است که مستلزم لازمیت به ربوبیت دارد. این همه صفتهای الله مستلزم ربوبیت است، لازم به وجود، لازمیتی به وجود آوردن ربوبیت است. پس ملک حق الله چرا لازم می شمارد؟ امر الله را، نهی الله را، ثواب عقاب در نزد الله بودنش را و این چنین لازم می داند ارسال کردن رسول و نازل کردن کتاب و زنده کردن بعد از وفات و جزا دادن و پس هر کسی که ملک الله را، ملکیت الله را انکار بکند یا حقیقت ملک الله را انکار کند یا جزء از ملک الله را انکار بکند، از همین جهت منکری ملک الله می شود و کافر می شود. یعنی جزء از ملک الله این نهی الله، امر الله. هر کسی که امر که این حکم الله است، شریعت الله است، قانون براری التشریع قانون الله است، انکار بکند یا که به غیر الله نسبت بدهد، پس به ملکی، به صفت ملک الله سبحانه و تعالی ایمان آورده است. سبحانه و تعالی و با همین به کفر واقع شده است. پس بدانید که این همه بزرگی توحید ربوبیت به شما بیان شد، اما با وجود این همه بزرگی توحید ربوبیت خودش تنها انسان را به اسلام داخل نمی کند و توحید ربوبیت غایت نیست. مقصد اساسی و غایت این توحید ربوبیت نیست. توحید ربوبیت با این همه مکانتش، با این همه بزرگیش، با این همه خصوصیتهایش، با این همه قدرش، با این همه سبحان الله حق بودنش که هیچ کسی از بنده ها نجات نمی یابد بجز با توحید ربوبیت،
و ایمان انسان صحیح نمی شود مگرم با توحید ربوبیت. با وجود این همه تنها توحید ربوبیت کافی نمی شود. تنها فقط با یک توحید ربوبیت انسان مسلمان نمی شود. و همین توحید ربوبیت غایت و مقصد اساسی نیست که رسولان به خاطر همون غایت و مقصد فرستاده شدند. غایت و مقصدی که رسولان فرستاده شدند، دین فرستاده شده است و توحید ربوبیت هم از ما همون را میخواهد. این عبادت الله است، یکتا و تنها خودش را. و توحید در عبادت است. توحید الله سبحانه و تعالی در الوهیت، در عبادت. اما ایمان به توحید ربوبیت، مشرکان نیز به اصل ربوبیت اقرار بودند، بله به فروعات، به رکنهای توحید ربوبیت کاملا ایمان نداشتند، لیکن به اصل ربوبیت، به این که الله مالک است و خالق است، مدبر است، به این ایمان داشتند. اما با وجود این همین ایمانشان به توحید ربوبیت هیچ فایده نکرد، زیرا که اونها مشرک شدند در عبادت، در الوهیت. شرک در الوهیت و عبادت به وجود آمد. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوار، شما باید و حتما باید توحید ربوبیت رو به جا بیاورید، صحیح بکنید، کامل بکنید، اما به همین توقف نمی کنید. این کافی نمی شود، بلکه باز دوام دارد توحید الوهیت. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده به شما مسائل دیگری که تعلق به توحید ربوبیت دارد بیان خواهیم کرد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين.